حالا دیگه 3 تا خط اینجا بود، 3 تا خط زده شد. حالا آشغالای پایین آورده گاز کم میکنه که بشه آب. اگه همونجور گازی که بود اضافه باشه شما شیر رو ببندی، باعث ترکیدن این کابل شلنگ. حالا دیگه این چیز، حالا آشغالای پایین جمع شده با این پلا. اینا این پلای میبینی اینا حدوداً 20 سال 15 سال 20 سال میشه دیگه، ولی خب جنسشون شدنه، ولی خب احتمال زنگ زدگیش و چیزش هم هست دیگه، و این گازی هم که داخل اینا هست اینش هم هست دیگه. ما هم شغلمون اینه، با علیرغم خطراتی که میدونیم داره، بازم اون آشغالای پایین باید برداشته بشه که راه دیگه نیست که شما بگی ولش کن یا نمیشه.